نمیذارم این کلیپ رو فراموش کنید. زیداری داداش ما در خدمتیم. ما بنز پیاده شدیم رفتیم رسیدیم به یه دوراهی ستاره‌اش خراب بود، وسط چهارراه گیر کرده بودیم، آفتاب تو سرمون، هوا هم تاریک، از سرما داشتیم یخ می‌بسیم. ما تابستون بود، هوا گرم بود. رفتیم رسیدیم به یه دیوار بلوکی، از دیوار گلیه رفتیم بالا، رسیدیم به باغ پرتقال هلو داشت یکی اینقدر. داشتیم انار میچیدیم، صاحب انجیر اومد برام گفت خسارت تمام شله باید بدیم. پول آلبالوها داریم، ما باغ گیلاس دادیم بیرون، یکی از بچه‌ها چند تا سیب زمینی از باغ اندونو با خودش آورد. گفتیم کی خربزه میخوره این گوجه بنداز تو راه هویش خراب میشه. گفت من سیب زمینی دوست دارم، خیار آوردم که با گوجه بزنیم. آقا هیچ کاوای بردیم رسیدیم به یه بیابونی خشک و بی آب و علف، یه قطره آب اونجا پیدا نمی‌کردی. دریاش اینقدر زلال بود دوست داشتی فقط نگاهش کنی. یکی از بچه‌ها رفت نوشابه گرفت با نفت آتیش درست کردیم، شب خوابیدیم اونجا، صبح بلند شدیم دل درد گرفتیم، رفتیم دکتر مغز اعصاب گفت چشاتون سنگکلیه گرفته و قلبتون گچ بگیرید تا پاتون خوب بشه. ما هم با همون دست درد اومدیم اینجا به امید روزی که براتون یه ترکیبی بزنم همه کرکوپرشون بریزه.